به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، امروز درباره حادثه‌های آمریکا، انتخابات آمریکا و به اثر قدرت آمدن بایدن و از قدرت رفتن ترامپ صحبت خواهیم کرد و این چنین یک مقایسه بین شخصیت و سیاست‌ها، دیدگاه‌های پرزیدنت قبلی آمریکا دونالد ترامپ و دیگر دیکتاتورهای دنیا از آن جمله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خواهیم داشت و در این مقایسه تلاش میکنیم بعضی خلاصه‌گیری ها و نتیجه گیری ها کنیم که بین این دو وضعیت تاجیکستان و آمریکا چی عمومیت ها و چی فرقیت ها هست و این چنین بین این دو شخصیت. البته باید یک نکته را پیش بگیم که شخصیت دونالد ترامپ و شخصیت امامعلی رحمان مقایسه شونده نیست. وضعیت آمریکا با وضعیت تاجیکستان مقایسه شونده نیست. آمریکا یک کشوری قدرتمند بزرگ از لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی در جهان امروز حرف اول رو میزنه. تاجیکستان یکی از عقب مانده ترین کشورها، یکی از ضعیف ترین کشورها است و شاید در ذهن بسیاری سوال با وجود بیاد که آیا مقایسه کردن این دو همچون کشور یا دو همچون پرزیدنت منطقی هست یا نیست. البته از لحاظ ظاهری منطقی نیست، اما ما با این مقایسه ماهیت مسئله رو میخواهیم شرح بدیم و اصلا شما بیاید حالا به جای آمریکا یک کشور دیگر رو هم قرار بدیم یا به جای تاجیکستان یک کشوری حالا نسبتا پیشرفته مثلا روسیه رو قرار بدیم که در مقایسه با تاجیکستان خیلی کشوری قوی هست و پرزیدنتش هم پوتین شخصیتی معروف است. ماهیت مسئله فرق نمیکند چی ما تاجیکستان آمریکا رو مقایسه کنیم چی روسیه و آمریکا رو. و ما باید این مقایسه رو به خاطر آن کرده ایستادیم که هم تاجیکستان به ما نزدیکتر است و شنوندگان و بینندگان من و مسئله رو زودتر درک میکنن و هم آمریکا امروز انتخاباتش و حادثه‌ای که در آمریکا میگذرد یکی از مسائل داغ‌ترین دنیا به حساب میرود و مقایسه بین آمریکا و تاجیکستان یا ترامپ و رحمانوف به ما آسانتر امکان میدهد که ماهیت مسئله رو درک کنیم. و من شروع میکنم از خود حادثه های اساسی و کلی. در آمریکا وقتی که انتخابات پرزیدنتی برگزار شد شما هم مشاهده کردید که اکثریت رای دهندگان با رقیب دونالد ترامپ بایدن رای دادند، اما جناب ترامپ هیچ آماده از قدرت رفتن نبود و با همه راه تلاش میکرد با همه راه ها که تاثیر قدرت باقی بماند و حتی جانبداران خود را اخیراً به میدان کشید که باعث خرابکاری ها در داخل بینای پارلمان امریکا شد و این حالت، این حادثه یک درد سری را هم برای جناب ترامپ در امروز و در آینده با وجود خواهد آورد. اما سوال اساسی این است که حالا با وجود این همه شخصیت غیر پیشبینی شونده داشتن ترامپ و چرا آمریکایی‌ها توانستند با چه راه توانستند که این شخصیت را که دیگر مورد قبول خود آمریکایی‌ها و جهان نبود با راه‌های قانونی از طریق قدرت دور کنند و چرا همین کار در کشورهای دیگری دنیا مثل تاجیکستان، مثل کشورهای آسیای مرکزی و یا سابق شوروی با راه‌های قانونی تقریبا امکانیت ندارد، اما در آمریکا این چیز اتفاق میافتد یا در کشورهایی که دموکراتی هستند یا نسبتاً دموکراتی. یک نکته رو میخواستم اینجا ذکر کنم که یک مسئله خیلی عمومی هست. همدیاران گرامی، همه ملت ها اشتباه میکنند در تاریخ خودشون، در اون مسیر رشد سیاسیشون کم ملتی هست که اصلا اشتباه نکرده باشد. اروپایی ها، امریکایی ها، آسیایی ها همگان اشتباه میکنند، اما بعضی از ملت ها امکانیت دارند که این اشتباه خود را اصلاح کنند، اما بعضی ملت های دیگر متاسفانه یا این امکانیت را ندارند یا اگر یک مرتبه اشتباه کردند تا خیلی مدت ها گروگان این اشتباه خود باقی میمانند. برای مثال آلمانی ها در سال 1933 در یک انتخاباتی واقعا هم دموکراتی آدولف هیتلر را سر قدرت آوردند. هیچ کس شک نداشت در انتخابات سال 1933 هیتلر در یک انتخابات واقعا دموکراتی سر قدرت آمد، اما این
بس راه قانونی سر قدرت آمدن هیتلر نه تنها باعثی آرامش و ثبات اروپا یا خود آلمان نشد، بلکه ملت آلمان را در یک مشکلی بزرگ گرفتار کرد و حتی کار به حد رسید که دیگر خود آلمانی ها نتوانستند هیتلر را نه با راه انتخابات نه با راه‌های دیگر از سر قدرت دور کنند و بالاخره جامعه جهانی مجبور شد که وارد کار شود. یا همین گونه اشتباه را خود امریکایی‌ها کردند. من فکر میکنم که انتخاب ترامپ اگرچه یک انتخاب واقعی دموکراتی از طرف مردم امریکا بود، یک اشتباهی بود که هر ملت میکند. شاید آوازدهندگان آقای ترامپ به این اعتقاد نبودند و شاید هنوز هم نیستند که یک شخصیت نادرست را انتخاب کردند، ولی قاعده دموکراتی همین است. حالا درست است یا نادرست است، وقتی که در اساس یک رأی مردم سر قدرت آمد، اون باید که دیگر تا آخر باقی بماند، تا آخر مدت پرزیدنتیش، مگر اینکه یگان جنایت‌های بسیار هم آشکار خطرناک صادر نکرده باشد. و باید ملت امکان داشته باشد که بار دیگر با راه‌های قانونی اشتباه خود را اصلاح کند، که این امکانیت در امریکا وجود داشت و امریکایی‌ها توانستند با راه قانونی این اشتباه خود را اصلاح کنند، اگرچه هنوز هم تأثیر 4 ساله فعالیت ترامپ در سیاست امریکا باقی خواهد ماند و ترامپ توانست در این 4 سال کوتاه یک قشر را از امریکایی‌ها تربیت کند که دیگر نه قانون را میشناسند نه فرهنگ را میشناسند و خیلی هم پاپولیستی، خیلی هم افراطگرا شدند و این گونه افراد در همه ملت‌ها هستند، اما سیاستمداران هستند که شدت افراطگرایی سیاسی یا قومی را پایین میبرند یا بالا میبرند. برای مثال در آلمان در زمان هیتلر این افکار نژاد پرستی و فاشیستی خیلی رشد کرد. معلوم میشد که در جامعه آلمان این افکار وجود داشتند، اما بعد از جنگ دوم جهانی مردم آلمان تبدیل به یک مردم بسیار خوش اخلاق و بسیار به اصطلاح تحملگرا یا تولرانس شدند که دیگر در این کشور حالا تمام قوم و ملت ها پهلوی هم زندگی میکنند. باز هم در همین کشور هستند گروه هایی که مثلا یک حزب به نام AfD هست، Alternative for Deutschland، که حالا نمیشه اینها را گفت که دیدگاه های نژاد پرستی و قوم پرستی دارند، اما خیلی افراطی هستند، ضد مهاجرین، ضد دین ها و قوم های دیگر. ولی حکومت آلمان با رهبری خانم مرکل و احزاب دیگر تا امروز موفق شده ایستادند و خود جامعه آلمان هم که این افکار خطرناک را تحت کنترل بگیرند. اما در زمان ترامپ در امریکا این افکار متاسفانه خیلی رشد کرد که بالاخره هم جامعه امریکا را گرفتار کرد و هم درد سر خود جناب ترامپ خواهد شد. اما بیایم همین افکار در شرایط تاجیکستان ببینیم، در وضعیت تاجیکستان که چگونه است. ملت تاجیک من فکر میکنم که در مسئله انتخاب رحمانوف اصلا هیچ تأثیری نداشت. اگر بگیم که ترامپ رو امریکایی‌ها با یک انتخابات اشتباهی آوردند، خودشون خطا کردند، امروز اصلاح کرده ایستادند. هیتلر و آلمانی‌ها در یک انتخابات سر قدرت آوردند که حتی دیگر خودشون نتوانستند از قدرت بیرون کنند، جامعه جهانی مجبور شد وارد کار شود. اما در شرایط تاجیکستان رحمان را مردم سر قدرت نآورد. رحمان را پالکون کوچکوف با دخالت نیروهای اون وقته روسیه و ازبکستان در یک سیاسی غیر قانونی با راه تبادلات دولتی آوردند. شما میدونید که رحمان نبیوف پرزیدنت عملکننده تاجیکستان یک بار در فرودگاه دوشنبه از طرف یک گروه از جوانان شهر دوشنبه زیر فشار استعفا داد. بعد مجلس عالی تاجیکستان این استعفا را قبول نکرد و او را دوباره در سیسی خوجند سیسی 16 همچون پرزیدنت عملکننده در منصب یا در تریبون نشوندن. اما بعد بالای او فشار آوردن و خودش هم در مصاحبه‌اش گفت، بعد خانومش در یک مصاحبه گفت و شاهدان میدانند که بالای رحمان نبیوف چگونه فشار آورده شد و تا اینکه از منصب پرزیدنتی دست بکشد. و در همون سیسیا شخصیت‌های دیگری رو مثل سفرعلی کنجایف که واقعا رقیب قوی یا یک نفر اصلی برای رهبری شورای عالی در اون وقت یا پرزیدنتی میتوانید باشد، او را دزدیدن. اصلا چند روز او را بردن در یک جا خدمات جاسوسی کشورهای دیگر پنهان کردند تا اینکه در وقتی به سر قدرت آوردن رحمانوف او خلل نرساند. و اگر کنجایف در تالار میبود طبیعی است که
با رئیسی و رهبری رحمانوف راضی نمی بود و او شانسی بیشتر داشت و این را غیر از تبادلات دیگر چیز نامیده نمی شود. این یک تبادلات واقعی هست که با فکت و رقم، با سند، با ویدیوها و با مصاحبه ها اثبات شده است. بنابراین من میگم که برخلاف دیگر حالت ها در تاجیکستان این عیب ملت تاجیک نیست که رحمانوف سر قدرت آمد. این اشتباهی روسیه، ازبکستان و یک گروه جنایتکار بود که فکر کردن که رحمانوف خب یک دوره باقی خواهد موند و بعد امور کارها که همه آرام شد در یک انتخابات شفاف یک نفری با نسبتاً با تجربه با سواد سر قدرت می آید در تاجیکستان. اما بعدا دیدیم که خیلی که گیتلر در آلمان کرد، از طریق یک انتخابات آمد و بعد قدرت خود را پرنفوذ کرد که دیگه همه را از صحنه بیرون کرد. رحمانوف قدم به قدم تمام دوست و رفیق و همکار و حتی اپوزیسیون تاجیک را که با او دست دادن از صحنه بیرون کرد و امروز خودش در قدرت مانده است. پس من این را اشتباهی مردم تاجیک نمیدونم، اما یک درد سری بود که بالای ملت تاجیک تحمیل شد و این دیگر اکنون مسئله ملت تاجیک است که این مشکل را چگونه حل کند که من تلاش میکنم در این صحبت در قسمت آخر در این موضوع کمتر صحبت کنم. اکنون بیاید یک بار یک تحلیل دیگر کنیم که بین مثلا آقای رحمان و دیگر دیکتاتورها و از آن جمله شخصیت‌های مثل ترامپ چه عمومیت‌ها هست و چه فرقیت‌ها هست، چه مانندی‌های وجود دارد، چه عامل‌ها اینها را به هم نزدیک می‌کند و چه عامل‌ها یا فاکتورها اینها را از هم جدا می‌کند. اصلا اگر توجه کرده باشید وقتی که ترامپ سر قدرت آمد 4 سال قبل، تقریبا یک ماه بعد از این پرزیدنتیش که بیانیه‌های عجیب و غریب کرد، تمام دیکتاتورهای عالم خیلی راحت شدند، خیلی خوششون آمد و همه دیکتاتورها احساسی آن کردند که اکنون در امریکا یک نفری آمد که مثل خودشون هست. درست است که امریکا دولت دموکراتی است، اما پرزیدنتش از رحمان و از پوتین و از دیگر دیکتاتورهای آسیای مرکزی فرق زیاد نمیکند. اگر سیستم دموکراتی و قوی امریکا نمی بود، مطمئن باشد که ترامپ با اون روش، با اون سیاست ها و جهان بینی که دارد کارهایی میکرد که از رحمان و از دیگر دیکتاتورها هیچ فرقی نداشت. اما خوبی و بزرگی نظام سیاسی امریکا هم در همین است که قدرت در دست یک نفر تمرکز نشده است، مرکزانیدن نشده است و یک نفر پرزیدنت هم باشد هر چقدر که بخواهد نمیتواند از صلاحیت خودش زیاد بیرون برود. اما ببینید من شروع کنم از مانندی ها، از عمومیت هایی که بین ترامپ و اکثر دیکتاتورها هست، بخصوص دیکتاتوری تاجیکستان. من خیلی مشاهده کردم، یکی از مشکلات اساسی این دو شخص این یک بیماری هست با نام نارسیسیسم میگند یا خودشیفتگی، خود دوستداری، که این دو نفر خود را خیلی دوست می‌دارند، تا حد دوست می‌دارند که اصلاً هیچ گونه انتقاد را نسبت خود قبول ندارند و شاید فکر کنند که بهترین انسان‌ها در نه تنها در کشورشون بلکه در روی سیاره هستند و این باعث گشته است که خیلی هم نسبت رقیبان خودشون با یک رشک و نفرت مناسبت میکنن. اصلا آقای ترامپ اگر شما صحبت‌های بعد انتخاباتش رو اهمیت داده باشه، شخصیت بایدن رو دیگر اصلا هیچ قبول ندارد. در وقت دیبات‌های نامزدها وقتی احساس میشد که یک کمی سیمپاتی مردم طرف بایدن هست، ترامپ عصبانی میشد و به هجوم میگذشت. دقیقاً همین کار رو ما در رفتارهای رحمانوف هم مشاهده میکنیم که رحمانوف حتی نه تنها رقیبان سیاسیش را، رهبران حزب‌ها یا شخصیت‌های کلیدی در حکومت را با یک رشک و با یک نفرت مناسبت میکند و از صحنه دور میکند. حتی شخصیت‌های عادی که با سیاست هیچ کار ندارند. البته شخصیت عادی میگم به معنی آن است که در سیاست عادی هستند، ولی چون در جامعه معروفن، محبوب مردم هستند، اونها را با یک رشک و نفرت و بدبینی مناسبت کرد. شما دیدید که مثلا حاجی میرزا که یک شخصیت خیلی معتدل مذهبی است، اگرچه بسیاری دیدگاه‌هاش من راضی نیستم و وقت‌های آخر خیلی هم به یکی تبدیل شده است متأسفانه به یکی از مداحان این نظام، ولی فکر میکنم که از مجبوری است، دیگر علاج ندارد.
با وجود این هم حاجی میرزا رو از مقام خطیب شهر کلاب از مسجد گرفتن. چرا؟ برای اینکه این شخصیتی محبوب در نزد مردم باید منبر نداشته باشد و حتی امروز هم محتاجم به شخصیت مثل حاجی میرزا. او را اجازت بدین که در ویدیو صحبت کند، علیه اپوزیسیون حرفای بگوید. به حرفای حاجی میرزا نیاز دارند، به فکرهای حاجی میرزا نیاز دارند، اما از شخصیت حاجی میرزا میترسند، اجازت نمیدن که او یک منبر رسمی داشته باشد. یا اشای نورالدین جان که اشای نورالدین جان سیاستمدار نیست، یک ملا هست و یک شخصیت معروف دینی هست، اما چون مردم او را دوست می‌دارند او را هم دیدید که از منبر محروم کردن. حتی بعضی آوازخوان‌ها شکایت می‌کردن با ما که وقتی که یک مقدار بخصوص مردها، مرد یا آوازخوان اگر محبوبیتش در بین جامعه بیشتر برود می‌بینید که رو محدود می‌کنه. البته قدم قربان رحمان نسبت قدم قربان و بابای فیض مثل اینها نه، اینها را همچون یک مسخره‌باز صحنه می‌داند، اما یک آوازخوان، یک ورزشگر، یک شخصیتی پولدار مثلا تاجر مثل زید سعیدوف مثل دیگران اگر در صحنه پیدا شود خیلی با رشک مناسبت میکند و اصلا همه را از صحنه پاک کرد. و این مانندی هست بین قریب تمام دیکتاتورها. اما بعضی دیکتاتورها باز یک سعی صدر دارند، همت بلندی دارند و مثلا نمیان رقیبان خود را به این شکل از صحنه دور کنند. و دوم مانندی که بین این دو نفر هست من مشاهده کردم، این پاپولیسم و شعارپرتایی. آقای ترامپ هم در طول اصلا از روزهای اول انتخاباتی شروع کرد با پرتافتن شعارهای پاپولیستی که بیشتر میخواست دقت اون قشرهای دهاتی و احساساتی امریکا را جلب کنه که واقعا هم جلب کرد. مثلا انتخاب کنندگان نسبتا باسواد، شهرنشین و آدمان یک قشر میانه و بالا اصلا به آقای ترامپ رای ندادند و در تمام دنیا هم همین است که به پاپولیست‌ها رای نمیدهند. اما این دیکتاتورهای پاپولیست میان بیشتر بالای قشرهای میانه، بیسواد، دهاتی، حالا دهاتی نه به معنای آن که خدای نکرده فکر کنن که دهاتی یعنی قشری پایان. منم دهاتی هستم، در دهات تولد شدم، اما منظورم این است که کسانی که از این فرهنگ و از جامعه معاصر یک کمی دور ماندند و بالا اینها تکیه میکنن، شعار میپرتند و آواز اینها را به خود جلب میکنن. این حالا در امریکا هم هست، در اروپا هم هست. مثلا در لهستان، در پولشا حزب حاکم بیشتر بالای همون قشرهای کمبغل و کمبیزاعت تکیه میکنند. در ترکیه هم همین. در ایران هم آقای احمدی نژاد میدیدید که بسیار بالای همون مردم کمبیزاعت تکیه میکند و پوتین هم همین سیاست رو پیش گرفته است. در روسیه بیشتر با شعارهای پاپولیستی میخواهد قشری اون گلوبین که میگن منطقه روسیه رو به خود جلب کند و ترامپ هم همین کار رو کرد. رحمان هم میبینه که بعضا میاد یک شعارهای میپرتاید عوام فریبانه و مثلا از یک شعار میگریزد به یک شعار دیگر. درباره وقتی که راغون گپ میزد چند سال پیش، 10 سال پیش میگفت که بعد 2 سال این لیمیتی برای شما افسانه می شود. اصلا حساب و کتاب نداشت که از لحاظ اقتصادی که آیا واقعا میتواند بعد 2 سال راغون را بسازد و اصلا راغون هم ساخت لیمیتی برق رو برطرف کند. حالا 2 اگریگات راغون کار کرده است بعد 10 سال وعدهش، ولی هنوز هم لیمیت افسانه نشد. برعکس در بعضی دیههای تاجیکستان برق هنوز هم افسانه هست، نه اینکه لیمیتی برق. و این شعارپرتایی و پاپولیسم در هر دو وجود دارد و این عمومیتی هست که این دو شخص رو به هم نزدیک میکنه. شاید یک عمومیت، یک مانندی دیگر بین این دو نفر این است که یک کمی دروغگو هم هستند، خیلی دروغ میگن و خوشبختانه جامعه مدنی و بخصوص روزنامه‌نگاران امریکا یک تحقیقاتی گذراندن که ترامپ در دوام همین 4 سال پرزیدنتیش چقدر دروغ گفت. با فکت و رقم آوردن تمام دروغ‌های ترامپ را روزنامه‌نگاران امریکایی در نتیجه تحقیقات‌های خیلی هم عمیق دروغ‌هاش را آشکار کردن و به جامعه امریکا پیشنهاد کردن. اما در تاجیکستان هیچگاه چون یک تحقیقات ژورنالیستی برده نشده است که رحمان در طول 30 سال حاکمیتش چقدر دروغ گفته است. اگر ترامپ در 4 سال بیشتر از 100 دروغی بزرگ گفته باشد، من مطمئنم که رحمان در این 30 سال
چند هزار دروغ گفته است. اما فرق به این است که قبلا مثلا شاید در 15-20 سال اولی رهبری رحمانوف اصلا اینترنت نبود، فیسبوک نبود و اینا ثبت نمیشدن، رسانه ها قوی نبود. بعد خاطره مردم کوتاه هست میگن، یک دروغ را میگفت بعد مردم فراموش میکرد. اما حداقل این 10 سال اخیری رحمانوف که دروغ های زیاد گفته است، اینا اکثرش ثبت شدن، بخصوص اون دروغ هایی که در رسانه ها و به طور آشکار گفته است. متاسفانه هیچ کسی نآمد از روزنامه‌نگاران مثل روزنامه‌نگاران آمریکایی این تحقیقات را انجام بدهد و به مردم بفهماند که رحمانوف در این مدت چقدر دروغ گفت و چقدر راست گفت. یعنی نه تنها باید تحقیقات فقط بالای دروغ ها شود. متاسفانه برخی روزنامه‌نگاران داخلی که میترسند و اونا رو فهمیده میشد، اما در بیرون هم کسانی که بیرون رفتن میتوانستند این کارها را همچون مسئولیت خود انجام بدهند. متاسفانه برخی بازم گرفتار مشکلی، برخی دیگر تنها در جستجوی کمبودی‌های مخالفین هستند، نه اینکه گویا که از دست مخالفین به خارج هجرت کرده باشند، با جای که بیان کمبودی‌های نفری را پیدا کنند و به جامعه پیشنهاد کنند که از دست اون نفر، از دست اون نظام فرار کردن به اروپا و به امریکا و دیگر جاها آمدن. حالا موضوع این نیست، بگذاریم از این و برگردیم به همون اصل موضوع که چی مانندی ها و چی فرقیت ها است. اما فرقیت هایی که من البته مانندی ها خیلی زیاد است، اما میخوام الان در اطراف چند فرقیت ها هم صحبت کنم. اول اینکه از نگاه من بزرگترین یا مشخصترین فرقیت بین ترامپ و رحمان در این است که ترامپ به سر قدرت همچون یک شخصی ثروتدار آمد. او قبل از آن که بیاد میلیاردر بود و آخرین گزارش‌هایی که من حداقل مطالعه کردم، ترامپ در همین 4 سال پرزیدنتیش چند درصد از ثروت بایگریش کمتر شد. حالا دلیل‌هاش رو نمیدونم، شاید که خودش بیشتر به سیاست مشغول شد، دیگر نه به بیزنس، و از طرف دیگر شاید که بعضی از شریکان و پارتنرهای تجارتیش دست کشیدن از همکاری با او. در مجموع گزارش‌ها حاکیه که بیانگر آنند که سرمایه‌اش کمتر شد. در مقایسه با رحمانوف که خودش هم گفته بود در یک صحبتش که من وقتی که به دوشنبه آمدم با یک پیجاکی، با یک موزه کرزی آمدم یا با چیزی و کاستیم همسایه را قرض گرفتم آمدم. وقتی که دپوتات شد یا کدام مسئولیتی در دوشنبه گرفت و باید می آمد. اما امروز سرمایه رحمانوف از سرمایه ترامپ شاید کم نباشد. یعنی فرق اساسی در همین است که ترامپ حالا قبل از پرزیدنت بودنش سرمایه دار بود، تجارت داشت، میلیون ها داشت، میلیاردها داشت، اما رحمانوف با یک پیجاک قرض گرفته به دوشنبه آمد. امروز پول و مال رحمانوف دیگر اصلا حساب ندارد و طبق آخرین حساب هایی که به دست می آید حداقل 5 برابر از بودجه تاجیکستان رحمانوف با فرزندان و دامادها و خانواده‌اش بیشتر سرمایه دارد. یعنی حالا بعضی سوال می‌کنند که شما وقتی که سر قدرت آمدید بودجه تاجیکستان رو، این کمبودیا رو، قرض‌ها رو از کدام حساب انجام می‌دهید؟ اگر 50% این پول‌های دزدیده رحمانوف رو ما اگر بتوانیم به دست بیاریم که ان شاءالله می‌توانیم، این خیلی از مشکلات کشور و ملت رو حل خواهد کرد. یعنی این یک مقایسه یا یک فرقیتی خیلی مهمی هست که یک نفر با سرمایه سر قدرت میاد، به سیاست میاد، یک نفر دیگر با جیب‌های خالی ولی با استفاده از این سیاست رهبری تبدیل میشد به یک سرمایه‌دارترین یا بایترین افراد دنیا که دیگر با یک کشوری قشاق، با یک ملت مهاجر ولی خودش با خانواده‌اش با یکی از سرمایه‌دارترین تبدیل میشد. و فرقیت دیگری بین ترامپ و رحمان را شاید در این ببینیم که ترامپ اصولا یک انسانی اعتقادی هست، دارای یک چارچوب ارزشی هست و موقع سیاسی هم خیلی مشخص است که در علم سیاست شناسی یا جامعه شناسی را بها میدن همچون یک راستگرای کنسرواتیو یا اصولگرا که با اعتقاد به دیدگاه‌های سیاسی مشخص دارد و اعتقاد به دیدگاه‌های فرهنگی مشخص دارد و آمد مثلا شعار امریکا فرست یا امریکا اول، یعنی گفت که من بالای امریکا تمرکز میکنم و یک سیاست مشخصی ضد مهاجرت دارد و دیده که قشرهای دیندار جامعه امریکا نه تنها حزب جمهوری خواه که اصولگرا هستند بلکه کلیسای امریکایی،
و بسیاری از قشرها اومدن از رحمان معذرت میخوام از ترامپ پشتیبانی کردن. در مقایسه با ترامپ رحمانوف هیچ چارچوب ارزشی ندارد، هیچ اعتقاد سیاسی، اعتقاد فرهنگی و حتی دینی را کار ندارم. خداوند میداند و خودش، چون هیچ کس حق ندارد درباره اعتقادات دینی یک نفر دیگر بها دهد. اما اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم، رحمانوف خود را حداقل خودش را پایبند یگان ارزش، یگان قالب سیاسی، فرهنگی و ارزشی نمیداند. برای مثال کمونیست بود در زمان شوروی و تا چند سال کمونیست باقی ماند. بعد وقتی که حزب کمونیست شکست خورد و از بین رفت، فهمید که با حزب کمونیست نمیشود به جای رسید. آمد حزب خلق دموکراتی که دوستیوف تأسیس داده بود اون را صاحب شد و تبدیل شد به رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، یعنی از کمونیستی گذشت به دموکراتی. بعد آمد شعار حالا مثلا آریایی را در یک جایگی با زردشتیت، چون حالا بعضی دوستانی که در دوشنبه بودن اون شب و روزها دیدم که مثلا بعضی مراسم‌ها در حتی اکادمی علوم هم با رضایت رحمانوف برگزار میشد که کاملا تابش مذهبی داشتن. حالا این خوب است یا بد است ما کار نداریم و زردشتیان تاجیکستان، زردشتیان دنیا میتونن این کارها را انجام بدن آزادانه. اما رحمانوف آمد با این پرتافتن شعارهای آریایی در اون سالها خودش را همچون یک مثلا آریایی به نمایش گذاشت که در یا که چارچوب فرهنگ قدیمی تاجیکان هست. بعد یک بار گذاشت به یک تبدیل شد به یک حنفی بسیار حالا سرسپرده یا جشنی امام اعظم. البته من در یک صحبت دیگر شاید که درباره تاریخ این فکر احیا کردن افکار امام اعظم رحمت الله علیه صحبت خواهم کرد در یک جای مناسب به خودش. اما بگذاریم از این. حالا رحمان آمد خود را باز در قالب یک ارزش‌های مذهبی معرفی کرد و بعدا دید که نه، این هم اصلا به دردش نمیخورد، این رو رها کرد. نه تنها رها کرد، بعد آمد دقیقاً 100% باز علیه ارزش‌های یا موقع‌های امام اعظم رفتار کرد و امروز که می‌بینید کاملا مخالف است. امام اعظم رحمت الله علیه درباره مسجد یک نگاه دارد، هم خودش و هم پیروانش در مذهب حنفی. رحمانوف یک کار دیگر میکنه درباره سر و لباس، درباره نماز، روزه، تربیت، یعنی کاملا برخلاف گفتارها و رفتارهای مذهب حنفی و امام اعظم رفتار میکنه. و اخیرا به این نتیجه رسید که اصلا دیگر ملت تاجیک نیاز به هیچ آریایی و حنفی و سامانی و اصلا به هیچ کس ندارد. همین خودم همچون پیشوا باشم کافی است. یعنی اگر امام رحمانوف همچون پیشوا نمی بود و نمیشد، تاجیک دیگر نه دولت داشت، نه تاریخ داشت، نه آینده دارد و از بر همه اینا گذشت. این همه بیانگر آن است که رحمانوف پایبندی به هیچ ارزش، به هیچ فرهنگ برخلاف ترامپ ندارد و این خیلی مسئله مشکل است دوستان عزیز. چرا؟ برای اینکه وقتی شما حتی یک آدمی بسیار بد هم باشد، اگر بدانید که او پایبندی به یک ارزش دارد، برای مثال دیندار هست، اعتقاد دینی دارد، شما میتوانید با این زبان دینی با او صحبت کنید، یک نقطه مشترک با او پیدا کنید. اگر بدانید که نه یک آدمی دیندار نیست، مثلا اتئیست است ولی دیکتاتور است باز، اما او مثلا در یک قالب افکار سیاسی پایبند است، مثلا حالا بیاد مثلا راستگرا هست یا چپگرا هست، یک دیکتاتور چپگرا هست مثل کمونیست ها، مثل مارکسیست ها، شما میتوانید در اساس جهانبینی مارکسیستی یا چپی با او صحبت کنید، اطراف ارزش‌های برابری، برادری، عدالت اجتماعی که برای دیدگاه‌های چپ خیلی مهم هستند و زبان مشترک پیدا کنید. یا اگر مثلا یک نفر حقوق بشر احترام قائل است، او بگذار چپگرا نیست، دیندار هم نیست، یک اتئیست است، اما حقوق بشر را رعایت میکند، اعتراف میکند، اعتقاد دارد به حقوق بشر و میتونید شما در زمینه حقوق بشر با او صحبت کنید و زبان بیابید. اما وقتی که شما با یک نفر روبرو هستید مثل آقای رحمانوف که نه به حقوق بشر اعتقاد دارد، اصلا درک میکند این چی است، نه به یگان دین، ارزش‌های دینی اعتقاد دارد، نه به زردشتیت، نه به اسلام، نه به حالا یگان دین‌های دیگر، نه اصلا به اون فرهنگ یا اینکه به اعتقادات و سیاست‌های کمونیستی
اعتقاد دارد که مثلا اگر شبدالوف میبود، من با شبدالوف در بسیاری مسائل در پارلمان زبان میافتیم و میگفتیم در این مسائل اعتقادی ما با شما مخالفیم، اما در مسائل عدالت و برادری و برابری ما با شما هم فکریم. اما با رحمانوف اصلا نمیشه در یگان مسئله زبانی مشترک پیدا کرد، زیرا اون چیزی که رحمانوف از خودش نشان داد تا امروز ارزش یا پایبندی های اعتقادی دو چیز است، یکی قدرت، دیگر ثروت. رحمانوف به همین دو چیز اعتقاد دارد، برایش همین دو چیز خیلی ارزش دارد. کسی اگر در قدرت، حفظ قدرت او با او شریک است، با او زبان یافته میتواند و کسی برای او امکانیت میدهد که او بدزدد و سرمایه جمع کند. هر کسی اگر بر این دو مخالفت کرد، حالا اون کمونیست است، اسلامگرا هست، دیندار هست، مثلا لیبرال هست، دموکرات هست، حافظ هست، ورزشگر است، فرق نمیکند. کسی اگر با او در این دو مسئله مخالفت کرد یا رقابت کرد، او دیگر تبدیل میشد به دشمن رحمانوف که یا باید زندانی شود یا اصلا از صحنه دور شود یا مهاجر شود یا کشته شود. و این فرقیت اساسی بین این دو نفر هست و من فکر میکنم اگر با این نتیجه برسیم پس معلوم میشود که داشتن یک پرزیدنت مثل ترامپ واقعا برای یک جامعه دشوار هست، اما فاجعه نیست. امریکا توانست که ترامپ رو هم جمع کند، اما داشتن یک شخصیت برای مثل رحمانوف برای هر ملت، چه این گونه شخصیت در امریکا پرزیدنت باشد، چه در تاجیکستان، چه در یک کشور دیگر، واقعا فاجعه است. اون پرزیدنت قبلی ترکمنستان برای مردم ترکمنستان واقعا فاجعه بود، اون نامش ترکمنباشی، و امروز یک دیگر آمده است اینم فاجعه است. یعنی با این تیپ آدم ها برای هر ملت فاجعه هستند و بودن رحمانوف هم برای ملت تاجیک متاسفانه به یک فاجعه تبدیل شده است که ملت در یک چاره‌ها مونده است که چیکار کنند. و اینجا ما اکنون میتونیم خلاصه گیری کنیم یا نتیجه گیری کنیم این بحث رو که در این حالت چی باید کرد. اگر ما مثال آوردیم حالت آلمان را که وقتی که هیتلر سر قدرت آمد دیگر با مکانیزم های داخلی ملت آلمان نتوانست هیتلر را سر قدرت دور کند. شما اصلا این فراموش نکنید که در آلمان زمان هیتلر مردم آلمان خیلی تلفات دادند، خیلی کسان تلاش کردند که هیتلر را سر قدرت از راه انتخابات دور کنند، نشد. بعضی حتی افیسرها، بعضی گروه ها آمدن خودشون دست به کار شدند و خواستند که یک تبادلات داخلی قدرت رو انجام بدهند که نشد، کشته شدند و در زمان هیتلر همچون خائن بودند، ولی امروز برای آلمانی ها اینا قهرمان هستند. من مطمئنم که در تاجیکستان هم بعضی نفران رو که رحمانوف ها همچون خائن میدونند یا رحمانوفی ها، اینها بعداً مثل که در آلمان شد قهرمان خواهند بود، چون فرق نمیکنه شما زید یک دیکتاتور در آلمان مبارزه میبرید، کشته میشه، زندانی میشه، یا در تاجیکستان دیکتاتور شما را خائن و شما را جنایتکار معرفی میکند، تروریست معرفی میکند، اما ملت بعد خودش میاد جایگاه شما را معین خواهد کرد. و بالاخره در آلمان مجبور شد جامعه جهانی بعد این همه مصیبت ها و فاجعه ها که 50 میلیون آدم را در اروپا، در جهان، در شوروی از بین برد، وارد کار شد و با هیتلر تمام کردند. همین حالت رو در افغانستان هم بعد که طالبان آمدن جامعه جهانی مجبور شد وارد شود. در امریکا خود مردم امریکا دست به کار شد، هم پارلمانش که چند روز پیش ایمپیچمنت دیوم رو اعلام کرد و هم انتخاب کننده امریکا و هم دادگاه های مستقل امریکا آمدن اجازت ندادن که ترامپ از یک 4 ساله بیشتر بماند و امریکا را باز هم بیشتر وارد مشکلی کند. اما در تاجیکستان که جامعه جهانی اصلا ما را فراموش کرده است، اصلا هیچ توجه ندارد. بعضی ها اصلا نمیدونن تاجیکستان چه کشوری است، در کجای دنیا قرار دارد. یک کشور خردی در بین کوههای هندوکش و پامیر منزوی، گاهی وقتی در حاشیه حادثه‌های افغانستان به یادشان میرسد یا در داخل تاجیکستان یگان حادثه ترور شود مثل همون حادثه دنغره یا یگان حادثه دیگر، نام تاجیکستان برده میشد که اصلا تاجیکستان مورد توجه هیچ کس نیست. این از یک طرف. از طرف دیگر رحمانوف سیستم حقوقی را کاملا خراب کرده است. سود مستقل نیست، پارلمان مستقل نیست، پارلمان اون جرأت ندارد مثل پارلمان امریکا که بیاید ایمپیچمنت اعلام کند به پرزیدنت. سود شاهیان با اون دو دستگاهش اصلا جسارت و شخصیت نیست که بیاید حتی
رحمانوف را بگوید که این صلاحیت خودت نیست، حالا چی رسد به دور کردن رحمانوف از سر قدرت. اگر این کار را میکرد رحمانوف مثلا باید خود دادگاه عالی تاجیکستان و پروکراتور در همون تالار رحمانوف را باید علیه رحمانوف دلیل جنایتی میکشودن. یادتون است وقتی که رحمانوف در یک جلسه آشکار طریق تلویزیون یک جوان اون گمرک را خیزان گفت که تو این قدر جنایت ها را کردی، اون اعتراف کرد، بعد او را حکم صادر کرد به زندان و باز در همونجا خودش او را از حکم آزاد کرد. یعنی ببینید رحمانوف در یک جلسه غصب حاکمیت کرد. من حالا با اون غصب حاکمیتش در سالهای 90 اینا کار ندارم. این اگر ما پرونده رحمانوف رو جستجو کنیم این اشتباهات ترامپ هیچی است. باید برای هر سالش این شامل دادگاه شود و پرونده جنایی باز شود. در همونجا آمد به جای پروکراتور خودش پرزیدنت تفتیشات گذاران بیا و همونجا حکم را نه عیب نامه را اعلام کرد. این علاقه غصب حاکمیت اجرایی است. بعدا آمد به جای دادگاه به جای سود حکم صادر کرد، هم گفت که حکم تو زندان است و در همونجا غصب حاکمیت صورت گرفت، باز او را از زندان آزاد کرد. در یگان کشور دنیا این نمی شود. اگر ما سودی مستقل می داشتیم، اگر ما پروکرور مستقل می داشتیم، اگر ما امنیت و وزیر داخله مستقل می داشتیم، همونجا خب اگر حبس هم نمی کردن حداقل رحمانوف را می گفتن که تو از صلاحیتات بیرون رفتی. درست است که پرزیدنت هستی، اما پرزیدنت در تمام دنیا از آن جمله در کنستیتوسیون تاجیکستان در قانون‌های تاجیکستان حد و حدود دارد، صلاحیت دارد. این کاری مقامات دیگر هست. دخالت کردن در کار مقامات دیگر این غصب حاکمیت است و پرونده جنایی باز شود. و این است که وقتی که در تاجیکستان سود مستقل نیست، پارلمان مستقل نیست، امنیت و وزارت داخله و پروکرور همه تبدیل شدن به پاسبان‌ها و قراول‌های مالکیت رحمانوف و خانواده‌اش، دیگر در این حالت دیگر نه تجربه آلمان به درد ما میخورد، نه تجربه امریکا به درد ما میخورد. و اگر خلاصه کنیم این بحث را، این میموند برای ملت تاجیک که خودش بیاید مشکلش رو خودش حل کند. ما برای انتخابات که دیدیم مثل امریکا حل کرده نمیشود. جامعه جهانی مثل افغانستان یا مثل آلمان مثل جاهای دیگر وارد کار نخواهند شد. پس این مشکلی هموطنان گرامی میافتد بر کتف‌های من و شما مردم. البته وقتی که من مردم میگم، ملت میگم، فقط مردم مهاجر و مردم اعتراضگر و مردم ناراضی داخلی تاجیکستان و اپوزیسیون رو در نظر ندارم. شامل مردم همه کسان میشوند: گنرال های تاجیک، میلیسیای تاجیک، پروکرورها، امنیتی ها، بیزنسمن ها، داملاها، دکتر، معلم، هر کسی که در تاجیکستان است، حتی در منصب های بالا هم اگر کار میکنید، شما هم شامل مردم و ملت هستید. این مشکلی شما هم هست، این مسئولیت شما هم هست. اگر شما در پهلوی مردم نباشید و این مشکلی رو همونطوری که امریکایی‌ها حل کرده تونستن، دیگر ملت‌ها حل کرده تونستن، اگر ما هم حل نکنیم این مشکلی رو، مطمئن باشید که این مصیبت و این فاجعه ما ادامه خواهد داشت. بنابراین همین دیگر ما راهی نداریم جز اینکه ملت این مسئولیت رو به دوش خودش بگیرد، مردم خودش دیگر درک کند که از سر قدرت دور کردن رحمانوف فقط و فقط مسئولیت مردم است. دیگر حالا این با کدام راه می شود، کی می شود، این مسئله دیگر است. مهم در این مرحله این است که تمام قشرهای ملت درک کنند که یک ملت با آبرو، یک ملت سزاوار شخصیت‌های مثل ترامپ، مثل رحمان را در سر قدرت نباید داشته باشند. اگر که این گونه شخصیت‌ها در سر قدرت هستند، پس این مشکلی ملت است. با راه قانونی توانستیم حل میکنیم. ما تلاش خود را با راه قانونی کردیم، چند مرتبه در انتخابات شرکت کردیم، نامزد پیشنهاد کردیم، آخران بار خانم آینی‌حال بابا نظر را، ولی دیدید که نشد. رحمان یا نامزدها را زندانی میکند یا از صحنه بیرون میکند یا اصلا ثبت نام نمیکند. و رحمت الله ظاهروف رو هم در این انتخابات اخیر اصلا ثبت نام نکردن. اون جوانی که چند ساله بود اون رو هم ثبت نام نکردن. پس با راه انتخابات که نمیشود دیگر، با راه جامعه جهانی با ما کمک نکند، با راه مسلح این جنایت است، هیچ کسی را قبول ندارد. یگانه این میموند مردم عزیز، ملت محترم، که ما باید فکر کنیم، سرجم شویم، جسارت بیشتر و راه و روش از سر قدرت دور کردن رحمانوف را
پیدا کنیم تا اینکه تاجیکان هم بتوانند جز اون ملت‌های شوند که دیکتاتور را، دزد را و یک انسان بی‌صلاحیت را در سر قدرت تحمل نخواهند کرد. من اینجا صحبتم را با آخر میرسانم. انشاءالله که در صحبت‌های بعدی پهلوهای دیگری مسائل سیاسی و وضعیت کشور و جامعه را با شما صحبت خواهیم کرد. در پناه خداوند منان باشید.